خب با توجه به پرونده معاینتون شما برای دید دور باید عینک استفاده بکنید. آقای دکتر، من توی رانندگی توی شب خیلی نورها اذیتم میکنه، دیدم مختل میکنه. این عینک میتونه این مشکلم حل کنه؟ این مسئله یک مورد خیلی شایع هست که خیلی هم در موردش ازمون سوال میپرسید. توی این ویدیو میخوام 5 راهکار ساده برای حل این مشکل بهتون بگم که پنجمی هم از همه مهمتر. 1. اگر که عینک استفاده میکنید حتما عدسی های عینکتون رو به خوبی تمیز کنید، چرا که کثیفی یا چربی روی لنز عینک باعث پخش نور زیادی میشه. 2. سطح داخلی و خارجی شیشه جلوی ماشینتون رو به خوبی تمیز کنید. 3. اگر برف پاک‌کن‌های ماشینتون ایراد داره حتما اونها رو تعویض کنید. 4. نور صفحه داشبورد ماشینتون رو کم کنید. 5. و از همه مهمتر از عدسی های مخصوص رانندگی شب میتونید استفاده کنید. اگه میخوای بیشتر در مورد این عدسی بدونی کلمه عدسی دید در شب رو برامون کامنت کنید.